بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من 48 سؤالا في الصيام للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين جميعا. اینک ما درس‌های خود را به عون الله حق سبحانه و تعالی دوام می‌دهیم از رساله به نام 48 سوال آیدی روزه از آن شیخ علامه محمد بن صالح العثیمین الله حق سبحانه و تعالی این کس را و والدینشان را و جمیع مسلمانان را مغفرت کند. درس امروزی ما آغاز می‌یابد تحت سؤال نهم. سوال می‌تین که ما حکم تتبع الائمه الذين في اصواتهم جمال، یعنی حکم چیه؟ پیروی از امام های کردن که در آوازشان زیبایی دارند، یعنی پشتی یعنی جستجو کردن آن مسجد هایی که امام هاشان زیبا میخوانند. فهمید؟ برای خاطر زیبا خواندن همون امام ها رفتن چنین جای ها، یعنی مسجد خودت پرتافته به دیگه تعبیر بیم مسجد همونها رفتن به خاطر خوش آواز بودن اونها. این چه خیلی است؟ شیخ میفرماد که ارى انه لا باس فی ذلك، من به چنین گمان هستم که یگون باکی ندارد در این مسئله، لكن الافضل ان يصلي الانسان في مسجده، ولی افضل آن است که هر یک انسان در مسجد خودش نمازش خواند. برای چی؟ لاجل ان يجتمع الناس حول امامهم، به خاطر آن که هر یک مسجد باید که در گرد امامی خودشان مردم جمع شوند و فی مساجد در مسجد خودشان، ولی اجل الا تخلو المساجد من الناس، تا اینکه مسجدها از مردم خالی نمانند. همه زیبا میخونه فلان مسجد گفته این مسجد امامش بیزه میخونه گفته پرتافته رفتن نمیشد. ولی اجل الا یکثر الزحام عند المسجد الذي تكون قراءة امامه جيدة، و تا اینکه مثلا گیریم ازدحام نشود در نزد اون مسجدی که مثلا قرائت امامی و زیبا بوده است و خوشرو بوده است گفته فیحدث من هذا الارتباك، یعنی در این مشقتی روی میدهد. و ربما یحدث امر مکروه، بسیار و حالتا مثلا گیریم یک کار ناخوشم روی دادنش ممکن است. ربما یاتی انسان یتلقف امرأة خرجت من هذا المسجد الذي فيه الناس بكثرة، بعضا میشود که انسان از سروسی میگه اومده زن دیگه کسا این مسجد وقتی که میبراید از جهت ازدحام بسیار اومده گرفته برفتنش ممکن. و مع کثرت الناس و الزحام ربما یختفها، و در جایی که مردم بسیار باشد و یعنی اونجا ازدحام باشد اگر تنبو تیله باشد اگر، یعنی در بسیار حالتا یعنی که یکون زن دوزیدنش ممکن و هی لا تشعرو و خودش خبردار نمیشود الا بعد مسافه و بعد از که یک چند کیلومتر بردنش. ولهذا نحن نرى ان الانسان يبقى في مسجده، برای خاطر این ما میگوییم که انسان در همون مسجد خودش ایستد. لما فی ذلك من عمارة المسجد، این از عمارت مسجد داخل میشد، آباد کردن مسجد داخل میشد، و اقامت الجماعت فيه، جماعت در اونجا برپا کردن میشود، و اجتماع الجماعت علی امامهم، جمع شدن جماعت میشد در اطراف امام خودشان، و السلامة من الزحام والمشقه، مردم تیج میمانند از زحمت و از ازدحام و از مشقتی ها. نعم. سؤال دهم، هل سحب الدم بكثرة يؤدي الى افطار الصائم، آیا خون دادن یا که خون سپاریدن به درجه بسیار سپاریدن این هم به ویران شدن روزه روزدار می آورد، یعنی روزه روزدار میشکند، یعنی اگر خونی بسیار دهد؟ جواب، سحب الدم بكثرة اذا كان يؤدي إلى ما تؤدي إليه الحجامة من ضعف البدن واحتياجه للغذاء حكمه كحكم الحجامة، یعنی خونی بسیار دادن وقتی که این روی آوری شود به آن چیزی که حجامه روی می آورد، یعنی حجامه کردن چی به چی روی می آورد انسان روی آور می کرد؟ به ضعیف شدن بدن و محتاج بودن به خوردن. اگر همین طور باشد اگر حکم این هم مانند حکم حجامه می شود. و اما ما یخرج بغیر اختیار الانسان، اما اون خونه که به اختیار انسان می براید، مثل ان تجرح
الرجل مثلا پای انسان، پای یک کس جراحت دار می شود، فتنزف دما كثيرا، خونی بسیار می برورد، فإن هذا لا يضر، این ضرر ندارد، لأنه بغیر اراده الانسان، زیرا این بخواهش انسان است. فهمیدید؟ سؤال 11 بالنسبة لصلاة التراويح في ليلة العيد هل تكمل أم لا؟ یعنی نسبت به نماز تراویح در شب عید، یعنی پگاه عید است و امشب تراویح کامل میخوانن یا کی نه، یعنی نماز تراویح میخوانن یا نه اگر پگاه عید باشد. اذا ثبت الهلال ليلة 30 من رمضان، اگر شب 30 رمضان هلال یعنی که ماه ثابت شود، فإنها لا تقام صلاة التراويح، نماز تراویح خوانده نمی شود، ولا صلاة القيام، نماز قیام هم خوانده نمی شود. و ذلك این به اون خاطر است که لأن صلاة التراويح والقيام انما هي في رمضان، زیرا اینکه نماز تراویح یا که قیام لیل این در رمضان می شود. فاذا ثبت خروج الشهر فانها لا تقام، وقتی که ثابت شده باشد برآمدن این ماه، نماز تراویح قائم کرده نمیشد، خوانده نمیشد. فینصرف الناس من مساجدهم الى بیوتهم، و مردم چیکار میکنند؟ مردم از خانه هاشون از مسجد به خانه هاشون برمیگردن. بله، یعنی در مسجد باشن، خبر شد که یعنی که رمضان تمام شده، همه به خانه برمیگردن. نعم. سوال 12 هل المعتكف في الحرم أن يخرج للأكل أو الشرب، وهل يجوز له الصعود إلى سطح المسجد لسماع الدروس؟ آیا شخصی که در حرم اعتکاف نشسته است میتواند که برای خوردن و نوشیدن براید، این مسجد بیرون برد، و جایز است برای او یعنی که بالای سطح مسجد برای خاطر درس‌ها گوش کردن؟ اونجا بعضی علما بعضی شیخ‌ها درس میدن. نعم يجوز للمعتكف في المسجد الحرام او غیره ان یخرج للاکل والشرب. آره، برای همون شخصی که اعتکاف میشینه در مسجد الحرام یا که در غیر مسجد الحرام میتواند چیکار کند؟ برای خوردن و نوشیدن از مسجد خارج شود. الا لم یکن فی امکانی، اگر امکان نداشته باشد، یک اون کس برای او خوراک تامین نکند. ان یحضرهما الى المسجد، یعنی که برایشون چی؟ یعنی که مو خوراک و نوشاکی بیارند. فهمیدید؟ به مسجد می آوردن کس نباشد. لأن هذا امر لا بد من، چون که یک کاری است که ناعلاج است. کما انه سوف یخرج لقضاء الحاجه، خیلی که وای با بغیر از این برای قضای حاجت هم میبراید. و سوف یخرج للاغتسال من جنابه، و بعضا یعنی که برآمدنش ممکنه برای خاطر غسل گرفتن از جنابت، جنوب شدن ممکن، اذا كانت عليه الجنابه، اگر به او جنابت شود. و اما الصعود الى سطح المسجد، اما بالای مسجد برآمدن، فهو ايضا لا يضر، این دیگه ضرر ندارد. لان الخروج من باب المسجد الاسفل الى السطح ما هو الا خطوات قليله، زیرا اینکه برآمدن از در مسجد پایان به سطح بالا، ما هو این اندکه یک چند قدم هایی می باشد. و یقصد به الرجوع الى المسجد ایضا، یعنی مقصد او با چیه؟ دوباره به مسجد برگشتن است. فلیس فی هذا بأس، در این یگون باک نیست. نکتفی. و صلی اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.